Gudarja radioja tezes Moszkva deken, slav u demo bħir gudarin delal. Radioja tezont korin bebin tura interneti we dawunishani. Malpera rja teze nuħtekum. Iru xemije hafti ġutmeje. Gudarja dengu basin gring jive haftej beken. سيشم السيجوت ما 2011 ريبيري تكوشينو ديمقراط وازاديو جالي كردستاني سركوميري بيري إيراقي وسكرتاري جيشتي يكتيو دشتيمانيو كردستاني جلال طالباني نخشخونيا كل ألماني كوچا دويكر سكرتاري جيشتي ينكي جلال طالباني بو جراسريو بجيشكي روجا 11 إيلون 2017 چوبو ألماني سي جوت ما بيري نيورو هاتو براجيون دنكو رفشو تندرستيو طالباني خرابية وبجيشكو دم خسته بود بنچاف ديريو تون ليبالي دمو بيري وري هات regionen, ko talabani pështi tek quno raf shoviko këtë bukumaj, gjoni khos destoje u koqo dovikrije. Sërkomeri beri je Iraki u sekretari gishti je këtio në shtimanjo Kurdistani, gjallat talabani rruja hafdi konuna 2012 البغدای کریزا مجید درباسکر و رف شویو تندرستی تکچو باشش بو چرسری بو نخشخنایی که آلمانی هات شاندن و پشت را چندن جاران پمان بربستی بو آلمانی و نمسای هات شاندن. جلال طلبانی کرشیخ حسب الدین کرشیخ نوری طلبانی 19 مجدار سال 1937 الجندي كلكان يه بناتري جاي كسرت جدايك بو طلباني سال 1947 دول 84 سالی دا در بازی نو ریزن پارتی دموکراتیا کردستانی بو او تولکاری سیاسی بو سال 1951 دا هات گرتن اوش بو بجاری موسولی هات دورخستان سال 1951 دا جی بو اندامی کمیته نواندی یا پارتی دموکراتیا کردستانی سال 1952 جی کلیجا مفناسی زنینگه بغدای ورگرد دمه سبات سال 1953 دا ریبری یکم کنگریا خاندکارین کردستانی دکه او دوی کنگری دا وک سکرتاری گیشتی یوی ریخستانی دیل بجارتن تمن سالی دا جی دبی یک جه تمزریناری یکتیا علاوه دموکراتی کردستانی ده سال 1953 دا جی دبی سکرتاری گیشتی یکتیا علاوه کردستانی ده سال 1954 دا وک اندامی پولیت بیرو پارتی دموکراتی کردستانی هات هل بجارتن سال 1959 کلیج یاسا یازانینگه بغدای خواندن بلند تمام دکه او جوی دمی و حتی سال 1961 دچه نو ریزن ارتش عراقی دست بکنو شورش ایلونی را بری مصطفی بارزانی طالبانی دبی یکش کسیتین دیار ین شورش ایلونی او ده سال 1960 دا بو سروکشان دا کردش بو گوتو بیجان گل سرکومر عراقی عبدالسلام عارف ده سال 1964 دا جنو ریزن پارتی دموکرات یا کردستانی وقتیا پشتی تکچون شورش ایلونی سال 1975 دا طالبانی یک دمزریناری یکتی نشتیمانی یا کردستانی بو او حتی نهاج سکرتاری گیشتی یکتی نشتیمانی یا کردستانی بو طالبانی رولو یا برپچاو درپرین سال 1991 دا بو او پشتی رو خواندن رژیم باز 6 نیسان 2050 دا بو سروکی انجمن حکم یا عراقی او 22 نیسان 2050 بو سرکومر عراقی دمه 2008 وک جگری سروکی ریخستن سوسیال اینترناسیونال هات هلبجارتن دیانزدی مجدار 2010 دا جاره کدن بو سرکومر عراقی دمه اچله یا سال 2012 دا جبر نخوشی چو آلمانی و پشت را وگریو بجاری سلیمانی مام جلال سسید جوتمه 2017 آلمانی نخوشخانه که برلینی کوچا داویه کرد روز اینی شش ایلونی ترمی سرکومری بری عراقی و سکرتاری گیشتی یینکی جلال طلبانی ش آلمانی و گواستن سلیمانی دمو گیشتن ترمی مام جلال 21 توپ و 21 گله هاتن تقاندن مراسم تایبتش بو پیشوازی کردن ترمی مام جلال فرنگه نودولتی یا سلیمانی پشتی ساعت نیوی 12 دمو هریم کردستانی دست بو و پشت را ترمی مام جلال جبو مزگفت و مزن یا بجار سلیمانی و گواستن پشتی نمیجانی رو ترمی مام جلال طلبانی دور دباشران یا نزدیکی بازار سلیمانی هات بشارتن خلق سلیمانی که چند روز بونش بو مام جلال شین دکرن ده جدانی سبی و هات بون مزگفتا مزن سرک هریم کردستان مسعود بارزانی و سرک وزیر هریم کردستان نجیران بارزانی سرکومر عراق فؤاد بسوم وزیر دروی ایران محمد جواد ظریف و برپرسین پی بلند ین هریم کردستان و عراق و هجمارکش که ستین سیاسی ین هریم و جیانی مراسم دا آمده ببون سرک هریم کردستان مسعود بارزانیش بر به فوتو جلال طلبانی هفته یک شینانگیش تل کردستان را گیاند
سروک حریم کردستانی مسعود بارزانی بر کوچ داوی یا مام جلال طلبانی گل کردستانی را پیام که تلویزیونی پیشکش کرد. مسعود بارزانی در پیام خود خمگینی کوریا خالم هم بر کوچ داوی یا سروک کردستانی و حوالی خواهی دیرین آنیزمان او سرخوشیل توی گل کردستانی مالبتاوی هفجیناوی هرو ابراهیم احمد و هر دو کوروین باویل و قبات طلبانی کرد. سروک بارزانی هر وقت پیام خود گفت دزدان سروک کی مزن وک مام جلال زرار کی مزن بو گل کردستانی. بارزانی دیار کرد که دوست که خواهی دیرینش دست دا و تکس کرد قناخ تکوشینی و خبات بو رزگاری دا من و مام جلال ما قناخن گلک دخوش در باز کردن. سرک وزیر حریم کردستانی نیچیروان بارزانی پیامی که سرسخی بونه کوچ داوی یا جلال طلبانی بلاف کرد او تیدا رگیاند. مام جلال رولک گرنگ اوش بیر نکریه بود شورش کردستانی او تکوشین دموکراسی ایراقی دا او خودی نابانگ جیانی بود. نیچیروان بارزانی هر وقت دخیا کرن جناب مام جلال رولک مزن شورش کردستانی دا بود هر تمنه که زویا لاویتی خود دا تولگیرا رشبیری او سیاسی یا کردستانی بود و که سروک که رو لاویت خبات پارتی دموکرات کردستانی ده بریه او دمزریناری یکتیان اجتماعی کردستانی بود کلگل پارتی دموکرات کردستانی رولک گرنگ شورش درست کردن انیا کردستانی راپرین و پاراستن دزگاه دموکراتیک و روا یک کردستانی دادید. آمریکای درباره کوچ داوی یا سرکوبری بری عراقی و سکرتاری گیشت اینکه جلال طلبانی پیام که سرخوشی دا بدف که وزارت درباره آمریکا هایتر ناوی ترگیاند هفخمیا خو و گل آمریکای بونا کوچ داوی یا سرکوبری بری عراقی جلال طلبانی رادگینن ناوی تروا داخیا کرن آمریکا وفات جلال طلبانی گلک دلگران و خمباره. سروکی بری آمریکای جورج بوش جبر کوچ داوی یا مام جلال هفخمی خو آنیزمان او گوت طلبانی بی وستیانش بو آشتی و آزادی گلی خو خبرده کرد. سروکی بری آمریکای جورج بوش بناوی خو او هفجین خو پیام سرساخی بلاف کرد او گوت اس او لاورا بیستن کوچ داوی یا سروکی بری عراق جلال طلبانی پر دلگران بون. بوش پیام خود مام جلال وکه دوست بناف کرد او گوت طلبانی بی وستیان بو آشتی و آزادی گلی خو خبرده کرد. جلال طلبانی سال 2005 حتی 2014 سرکومر عراقی بود. جورج بوش نوبر سال 2001 و 2009 دا سروکی آمریکایی بود. دوی هیام ده طلبانی و بوش چند جارا بغداد و واشنگتن هفدیتن کرد. شونده که 12 کسی یا هدپی دپی و کچ دپی داد بو بجدار بود برسیم شین سرکومر عراقی بری و سکرتاری گیشتی ینکه جلال طلبانی بر پریم کردستانی و کتنری آمدی کتن سریا سلیمانی هدپی بونا شین مام جلال طلبانی هنک چالاکی و میتینگ خواهیل باکوری کردستانی جی بتال کرد هف سروک گیشتی یا هدپی سرپیل کبل بیش زوداوی را رگیاند جبو همو گل کدریا دموکراسی و آزادی دا تدکوشن مرنا مام جلال بندای که پر مزنه امجی تول مراسم بشرطنا مام جلال دبن سری مالبتاوی سری گلی کت و سری همو رایو گیشتی یا دموکراتیک ساخبه سرناوی گلین ترکیه سرناوی میلیونون کسی دچن سرساقی میدیای جیانی بگرنگی اینو چه کوچ داوی یا سکرتاری گیشتی اینکه و سرکومری بری عراقی مام جلال طلبانی بلاف کرد. تویانو چنجی درباره کت و خباتاوی و دستلات وی سرکاتی میدیان سیاسی عراقی و کردستانی دکن. فینانشل تایمز، نیویورک تایمز و واشنگتن پست جلال طلبانی کسی که جامعه دیپلمات پراگماتیک و پیش بو یک هستن عراقی بناو دکن و بسا مردن طلبانی دمکی داد که کردستان بسدم رفرندوم سرخابونی دبن شرکت گران را در باز دبه. تریجایا دنگ و بسان. کمیسیون بلندی سربخوی البجارتنان و رفرندومی یا حریم کردستانی چچوبای جوین انجمان کمیسیونی دا داخلی یک بلاف کر او را گیاند. روز 15 جوتمه وقت دمو دستپیک و پروپاگاندا البجارتنان پارلمانتوی کردستانی هات دیار کرن و دی حتی 29 جوتمه 2017 به دوام ببه. بریارین کمیسیونی اون یکم دمو پیکانینا پیمانی دابرا آلین سیاسی دا 3 جوتمه حتی 10 جوتمه. دویم دمو پیشکش کردن نامزدانش بو پارلمانتوی کردستانی 9 جوتمه حتی 13 جوتمه. سیام کمپانی پروپاگاندا البجارتنا پارلمانتوی کردستانی 15 جوتمه حتی 29 جوتمه نه.
سروکی هریم کردستانی و فرماندهای گیشتی هیزن چکدارین کردستانی مسعود برزانی تبی جگری خود کستر رسول علی سردان کرکوکی کر و فرماندهاین هیزن پیشمرگه را جوین پیکانی. مسعود برزانی کرکوکی الگل فرماندهاین هیزا پیشمرگه در شهر دژی دویش ین سینوری کرکوکی و در دوروبی وروا برپسن پارزگاه کرکوکی جویا. در جوین دو پارزگاه کرکوکی نجمدین کریم کو هفدم برپرسی یکم یه دوسه ولای الوی پارزگاه آمده بو. سردان برزانی بو کرکوکی یکم سردان وی پشتی انجام دادن رفراندوم سرخوبونو کردستانیه. سرکاتی هریم کردستانی برسیف دا وزیر درو یه آمریکای ریکس تیلرسون او راگیان کنه آمریکا و نجی ولاتی کدن هم بر بپیکرنا بغدای یه دژی کردستانی تشتک نکرن. وزیر درو یه آمریکای اینی بیسنه ایلونی درباره رفراندوم سرخوبونی یا هریم کردستانی دا داخینیک بلاف کر او تی دا راگیان دا بو که واشنگتن انجام دان و انجام رفراندوم حکومت هریم کردستانی ناسناکه. سرکاتی هریم کردستانی یک شمی یکی جتمه داخینیک نویسکی برسیف دا وزیر درو یه آمریکا داخلی دا سرکاتی هریم کردستانی دلگرانی خالنبر بیاننامه وزیر دروی آمریکای ریکس تیلرسون رادگین او دبیجه گلی کردستانی که بردوامی و بدلگرمی پشتوانی آمریکای کریه تایبت شهر دژی داعشی و رژیم صدام حسین دا گلک دلگرانش بیاننامه روژ اینی یا بریس ریکس تیلرسون وزیر دروی آمریکای پیوست بو آمریکا بری همو ولاتان پیزانین و ریزل بریار کردستانی بو سرخوبونی بگرتا هر وقت چوبم که زیدتر جنودو سلفین گلی کردستانی رفراندوم که آزاد و 25 ایلونی دا درخواست کردن. دبشه کردن یا داخلی دا رخنل هلوست آمریکا و ولاتن دن تی گرتن که ریگری سردری نه یاسایی و نه دستوری ین بغدای گل کردستانی نکرنه. سرکاتی هریم کردستانی هیویا گویرتن هلوست واشنگتونی لنبر رفراندومی و دست بکرنا پشکریا وی ولاتی بو داخوزن گل کردستانی دکه. سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان سردن که فرمیل ایرانی بو و در چارچوبه هفدیدن خود سرکومری ایرانی حسین روحانی و پشت را جبریبری ایرانی علی خمینی را جبین پیکانی بو. گوری آژانس فرمیل یا نوچین یا ایرانی ایرنای علی خمینی و اردوغان جبین دا سرفریندوم سرخوبون هریم کردستانی پیشات هریمی و تایبتین عراقی و سوریه وروا پیوندین نوبر هر دو بالات دا گوتو بیش کرنه. ریبری ایرانی علی خمینی را گیاند آمریکا و اسرائیل پشت رفراندوم کردستانی و دا خیا کردن آمریکا و دولت دنیان پس گوت ناویل دو آوکرنا اسرائیل کنونه اردوغان جی گوت الگوری وان بلگنامه که این کاری وان نوی کردن آمریکا و اسرائیل سرمجاره کردستانی گیشتنه رکفتنه که گیشتی. تفکر گوران داخلینیک بلاف کرد و تیدا دخواست کرد هریم کردستانی جبو دانستاندنان بگیره بغدای و تکس کرد که اوش دست پیکی و نلگل رفراندومی بون. داخلینی دهاتیه گوتن دستلات و نسلکتی هریم کردستانی کریزه کردن الگل حکومت فدرال و دولت نوچه و جواک نو دولتیش بو مچی کریه اوش جیب سدم مقدم رفراندومی نبجی بو. هروا داخلینی گوران بیشه تفکر گوران دست پیکی و گوت دمانها دا رفش نوخا و نو دولتی نگنجش بو رفراندوم او مدخواست کرد پیشوازی بزاوی نو دولتی بکرد جبو دانستاندن گل بغدای. تفکر گوران داخلی خود دخواست الوشاندن انجمن سرکاتی سیاسی کردستان عراق دکه اوش پارلمان کردستان دخواست دسته که پاسپورت دستیشان بکه داخل سربنگه دستور عراقی او بریبریو نتوین یکرتی گوتوبیجون گل بغدای بکه او دخواست کرد البجارتن گیشت الهریم کردستانی دم خدا بین انجام دان. نویسگاه سرکوزیر عراقی را گیاند که پیوست هریم کردستانی انجام کش پرسیل وشینه و پاشی دست به گوتو بیشان بکه. نویسگاه چپامنی سرکوزیر عراقی داخلی که را گیاند پیوست هریم کردستانی انجام کش پرسیل نه دستوری هل وشینه پاشی همیش بو بحث کردن یک پرچبون عراقی گوتو بیشن جدی بکن. حکومت هریم کردستانی برسی و دخوازا اوفیس سرکوزیر عراق ایدار عبادی یاش بو هلوشاندن و انجام رفراندومی و بخشینش دورین کردستانی یل دروی اداره هریم کردستانی و اف دخواست رد کرد. بردف که حکومت هریم کردستانی سفین زید بیاننامه که دا برسی دا بیاننامه بردف که اوفیس سرکوزیر عراقی و دخواست جوید که انوک حکومت هریم کردستانی بیه که تکز دکن که بری سال که او پیش و پشتی پروسی رفراندومی مهردم تکزیل سر پیوستی و دست بکردن دیالوگ و دانستاندن که جدید نوبر هفلیر و بغدای داشت جبو چرا سرکردن تویا پرسکری کنکریان نهاجی پیمان شیوهی ام وی پیامی تکز دکن کب دیالوگ و گوتو بیجی رفشی آرام بکن و پرسکری وارن چرا سرکردن و همو عالی خوشوان داخلی و پیامان دور بخن کد بن سدمن آلوسکرنا زیدتر یا رفشی.
هفتیو بوری پارلمانتوی عراق جویا و رینه دان پارلمانتاری کرد بکن هولا پارلمانتوی هات زانین کو اندامتی پارلمانتاری کرد هاتی سکندان و جوان را گوتن وگرن کردستانی سیشم سی جتمه پارلمانتوی عراق جبو رشتاندن جویا لیش برگش پرسیو سرخابونا باشوری کردستانی رینه دان پارلمانتاری کرد بکن هولا پارلمانتوی گوری آگاهیان سروکی پارلمانتوی و پیمانیان اجتماعی یاشیان دخواست آمده کرد لیسته نوی پارلمانتاری کرد ین برداری گش پرسیو کردستانی دکن جبر دنگدان گش پرسی دخواست دکن کو پرزبندی یاسایش پارلمانتاری کرد ورگرتن هر وا اندامتی پارلمانتاری کرد هات بتال کردن و دخواست دادگاه کردن وان تکرن پشتی گشتپرسیا 25 ایلون یا سرخوبون کردستانی یکم جوین آمریکا و حریم کردستانی پیکارد. سرکوزیر حریم کردستانی نیچیروان بارزانی لولیری پیشوازی بایلوزی آمریکا البرتای دوگلاس سلیوان و سرکنسولی آمریکایی هولیری کن گروس کرد. بردف که پنتاگون ایریک پیون راکیان کاری کفتن نابرا وزارت بروانی آمریکا و حکومت حریم کردستانی تیرمه 2017 داوی بود. پیون دازانین که ولی کاریات داوین یا پنتاگون یاش بو پیشبرگیجی پره ماشه بون و افجی دستپیکا ایلونی دا هاتیه داین. بردف که پنتاگونی دازانین که مجارا گشتپرسی باندور سر پیوندیون ناکه و اگر ریکفتن آلیکاری یاد نابرا آلیان دا نی نوکرنجی دی پنتاگون آلیکارین خو بردوام بکه. ایریک پانگود پنتاگون دی دواری املکاری راهینان و دابین کردن چکان دا آلیکاری خواهیش بو پیشمرگه بردوام دکه. سروکی روسی ولادیمیر پوتین بالکشانده سر دورپیچو لمبر حریم کردستانی او گوت قد کردن پیوندین گل کردستانی ند به جواندین تو آلیان دایه. سروکی روسی ولادیمیر پوتین موسکوی جوینو هفته انرژی یا روسی دا آخوی او گوت پیوندین دیروکیین گل کردان باشن ام خو تبلیوی پیواجوی نکن او تکسی لمبر کسی گیدن توش نکن او سور نکن ام باور دکن کش بو آرام کردن گوتو بیجن دورا کردستان عراق دبن چه پیویز بدوی ورکرن. پوتین سرپسه که درباره بانگن در پیچول سر پترول حریم کردستان حشاری دا او رگیاند دور پیچو پترول یا سر کردستان عراق ده نرخ پترول زیده بکه اس باور نکم تو آلیک و ریب کار بینه. سروکی روسی آمجب وی یکی کرد که کشپرسی کردستان مجارک نافخواه عراقیه او دست نشان کرد که افزانن اف مجارش با ترکیه و ایرانی جی هستیاره. هفتیو عبوری روسنیفت داخینیکی دا رگیاند. باشه روژ کتک کزل پیشا کار کردن وان کردستانی نابه آستنگ او تکس کرد که افدی بردوامی بدن کاری خواهین کردستانی. سروکی دسته جیبچی کار یا شرکت روسنیفت یا روسی ایگر سیچن گود ام باشه روژ که گشت بینن کردستانی جبر وی ام تکس دکن دی بردوامی بدن کارین خواه وی برپرسی روسنیفتی داخیا کرن ام آمده کارین دکن داکو بشوه که پراکتیکی دست کار و خبات خواهین کردستانی بکن. سروکی فرانسا ایمانوئل ماکرون پشت جوینال گل سرکوزیر عراق هیدار عبادی رگیاند که ولاتی ویل گل یک پرچه عراق لیبلی دوی موفین کردانجی وردان. ایمانوئل ماکرون 5 ایلون الکوشکا یلیسی پیشوزیر سرکوزیر عراق هیدار عبادی او شان دا پیرا کرد که بسردان که فرمی پاریزی بود. پشت بداوی بون هفدیتنی ماکرون و عبادی بجدارید کنفرانس که روزنامه‌نگاری یا بجدا کردند. سروکی فرانسا دوی کنفرانس روزنامه‌نگاری دا رگیاند. فرانسا گل یک پرچه عراق لیبلی دوی موفین دانجی وارن داین. ماکرون آمده به یکیش کرد که پاریس آمده نابینکاری نابرا بغداد و هولیری دا بکش بود چرا سرکردن پرسگری کنوان. پشگریا سیاست بدار و اندامین کنگرس آمریکا بو سرخوبون کردستانی زیده دبه. دموکرات و کمرین آمریکا سرخوبونی وکه مافی کردان زانن. اندام کنگرس استیو کینگ یک جوان کسانه که پشگری ده هولدان سرخوبون باشوری کردستانی. کینگ جو داویرا رو گیان تا آوائینا به پسرگله که خواهن آزاد ببن دور بیچوره کرن. ناف کنگرس ده هولدان بدواننه جبو گیراندن نیرینا اداره آمریکا یا سر رفرندومی. اندام کنگرس استیو کینگ ولاتن عراق، ترکیه و ایران هشار دکه که کارانین هزل دژی باشوری کردستان آمریکا دی به دنگ نامینه. اندام کنگرسی اشکره کرد که چند روزن در بازگویی دا چند جرا پیوندی وزارت دربا کردیه او بریار چند روزن دن دا وزیر دربای آمریکا ریکس تیلرسون سر رفرندوم باشوری کردستان داخینیک بده. کنگرسمن که آمریکی ترنت فرانکس پروژه سیک درباره کردستان دا پیشکشی کنگرس ولایت خاکر گفته دا خواسته که آمریکا پشتوانیا رفرندوم سرخوبون حریم کردستان بگه. دوی پروژه دادیه گفت جمافی حق حریم کردستانیه که چرانویس خود دیار بکن و ببن خودی ولایت که خودان سروری. ترنت فرانکس پروژه خواهی با کنگرس داد بیشه دمه که دا کنتوان یک بوی و سازی نودلتی و نوند جدا بیشن که دیار کنه چرانویس مافی هر کسی یا هر کسیه. دوی حق
آزاد بش بو گوتنا نیرین خو و هبونا چاند و آبوریا خویا تایبند. اف کنگرسمنی آمریکایی رواد بیشه که کردان اف یک نشان دنه که پیمانن هری پیزین آمریکایی نه و دشار تجدیدایش دا سرکفتن مزم دست خستنه و ده خویا کردن که پشمرگی 10,000 شهید و 9,000 بریندار دانه جبرویجی پیوست آمریکا قربانی دان و مافی مروفی مافی اخلاقی و یاسایی و جارانویسی جبو گلی کردستان عراقی بکه. بایلوزی ژاپنی البرتای فومی ایوای پشتی در روزانش رفرندوم سرخوبون کردستانی هلوست ولات خود درباره وی پروسیدا اشکره کرد. الگور میدیای عراقی بایلوزی ژاپنی راگیاند ولات ویدا خوزا دستپیکرنا گوتوبیجن جدید نبر حکمت بغداد و حکمت کردستان دکش جبو چرا سر کردنا پرسکریکان. فومی ایوای تو آماجک نکرد ولات وی پشگری رفرندوم دکی یانجی وی پروسی رد که تنی راگیاندیه عراق قناقه که یکالکار دایه و چندن آستنگ پیشویه. نتوین یک بوی راگیون که داخلش وان هاتیه کردن کش بچه سرکردن پرسکری که نبروان نبکاری نبره هولیر و بغداد دا بکن. بدف که نتوین یک بوی استفن دیارچ کنفرانس روزنامه‌ای خوی روزانه دا نیویورکی راگیون. نتوین یک بوی آمده بریا گوتوبیش و جناف تگیشتن پرسکری که نبره هولیر و بغداد دا چرا سر بکه. نتوین یک بوی داخلش هولیر و بغداد که کل سر عالی تکنیکی گوتوبیش بکن و دست جیب چی کردن وان بکن. استفن دیاری چروا دیار کرد که آمدهش نزدیک و چپدری رفش عراقی و وان باندور مروی بکن کش بدن کوکی نبره بغداد و هولیری چید بن. سرک وزیر ترکیه بنالی یلدریم راگیان ترکیه پشتوانیا دست بکرد دیالوگی نبره هولیر و بغداد داده. بنالی یلدریم گوتاره که دا کل اویا پارلمانت ترکیه پیشکش کرد پیوست حریم کردستان بچه سرکردن کشیان به دستخستن موافق خواه دانستاندن و دیالوگ گل حکمت عراقی دست ببکه. یلدریم دیار کرد مادام ترکیه دژی رفرندوم سرخوبون کردستانیه تمن دمید اول دژی رفرندوم کاتالونیه دوبه. روسیا رادگینه دیریش که دل سرپرستگی ایدلیبی دا چلنش تکدارین انیا النصرای هات نکشتن هفت جوان سروکن. گور وزارت بلگری روسیه دیریش که هیزین اسمانی روسیه دل سرپرستگی ایدلیبی با کوری سوری وی کاری چلنش تکدارین انیا النصرای بکشن و هفت جوان جی سروکن میدانینه. دناپیر وزارت بلگری روسیه راگیون دبو هیزین وان دیریش که 12 سروکن انیا النصرای کشتنه. هر وا سروکی انیا النصرای یکنه بناوی فتح الشام ناسکرن محمد چولانی دوی یریش دب گرانی بریندار بویه. دنگ و باسین جیانی رفرندوم سرخوبون کاتالونیا یکی جتمه پشتی 11 دژمارش دنگ داینی تبی گلک آلوزی نبره هیزن پلیسی اسپانی و خلق وی هرمی بداوی هات. دما دنگ دانی هرمی کاتالونیا بسیدان کس نوبتی دو سکنی بون و هیوی دکرد که بکاربن دنگ خواب کار بینن. حکمت نووندی اسپانیا دژ رفرندومیه و رادگینه که اف رفرندوم نه یاساییه و نه دستوریه و برور دابو کاریل انجام دان رفرندومی بگره. هر وقت دادگاه بلندیا دستوری اسپانیا جی پیشتر گفته بو رفرندوم کاتالونیا نه دستوری و نه روایی اوش علی قانونی و اف رفرندوم بطال کربو. بریوچونو رفرندوم سرخوبون کاتالونیا تبع حمود جاتی و نرازیبون مادرید بو روجوا گرمیا سیاست اروپای و جهانی. حکمت مادرید جبوکو ریگریل بریوچونو رفرندوم بکه یکی جتمه 6,000 پلیس اندن شانت هریم کاتالونیا. هر وها هیزن پلیسی اسپانی دستپیکو یکی جتمه دانسبی دربازی نو چند نووندن دگدانی بود و دست دانی سرگلک صندوق و کاغذ دنگدانی. و یکی آلوزی نبره پلیس و خلق کاتالونی دا چی بود. گوری زانیارین دنجام آلوزی پلیس اسپانی دا 406 کس بریندار بود. البجاری لاس ویگاس یا آمریکا روز یک شنبه دما درنگی شوید و کسی که تمنشش 4 سالی یب نوی استفان پادو قطع 35 یا هتل که البجاری لاس ویگاس یا ایالت نیوادا یا آمریکا گیریشی کنسرت که موزیک کرد انجام بیاری دا 58 کسان جانی خوش دست دان و 515 کس بریندار بون. الگوری نوچه رویترسی کازینوی مندلای بی ریسورت یا بجاری لاس ویگاس یا آمریکا دما کوب سدان کس بو فستیوال موزیک کومب بون کسی که چکدار گلرشان دی سلمروان. الجی یاری دنگی تقینان دمکی دریج داد. هر وقت هات گفتن که دورین جداین لاس ویگاسیجی دنگی گلیان هاتیه بیستن. رایدری که اف بی آی راگیاند گور زانیارین که حتی نه دست خستنه تری خستنه که تروری یا نادولتی بیریش لاس ویگاس یا آمریکای پیوندی دار نینه و ایدیون که تی گفتن استفان پادوک اندامی دایشی رد که گوری آژانس نوچین یا رویترسی رخستن دایشی برپرسیاریا و بیاری الخاگستیه. سرکاتی هریم کردستانی حکومت هریم کردستانی یریش خوین بار البجاری لاس ویگاس یا آمریکای شرمزار کردن و سرنوی ملت کردستانی هفخمیو خو گل ملت حکومت آمریکای راگیاندن.
دارین عزیز و بو وشانو دنگو بس نفتی که شر چور پرچین کردستانی کردن دیاسپورا هر وها نو چین نو نتوی اجاره کردن دی سال سروی نوونیشانی امی راستی هبین امدکار او ربرا برنامه یا دنگو بس نو یا رادیو رتزه بیلاس ترکیه حتی وشانو نو بمین نو خیر و خوشیدا